عزیز من صابون با صاد نوشته میشه نه سین. شما نگران نباش آقای معلم، با سینم بنویسی کف میکنه. برو به تمام. عقبیا غیبت نکنید. بچه ها میدونید که کسی که غیبت بکنه انگار گوشت برادر مرده خود را خورده. آقا اجازه ما که تک فرزندیم چیکار کنیم؟ به بابات بگو از امشب مشغول شه. کی میتونه یه پرنده نام ببره که با خ شروع بشه؟ آقا اجازه خر. خر پرواز میکنه؟ آقا خره دیگه، حالیش نیست، یهو دیدی پرواز کرد. شما دوتا تعارف نکنین و اگه چیز خنده داری هست بگید ما هم بخندیم. آقا تعارف نداریم که زیپ شلوارتون بازه. انت معلم واحنا منك نتعلم.